بچه‌شو ببینید توی شکمش، توی اون کیسه پایینش. ببینید چه خوشگله. زیاد نمیخوام بهشون نزدیک بشم، میخوام بذارم راحت باشن. اینا یه خانواده بزرگ کانگورو هستن که همشون اینجا دارن غذا میخورن. اینا خانواده‌ای با هم زندگی میکنن، این ور اون ور میرن. اینا الان چون اینجا یه پارکی که جای دیدنی هست، مردم میان، به انسان‌ها عادت دارن، زیاد نمیترسن، فرار نمیکنن. ولی کانگوروهای معمولی اینقدر نمیزنن، یعنی معمولی که یعنی توی طبیعت وحشی دور از مردم اینقدر نمیذارن بهشون نزدیک بشی. ببینم میتونم به این بزرگ است که دیگه تصمیم گرفت جا به جا بشه. نمیدونم چقدر این یکی میذاره من بهش نزدیک بشم. همشون بچه دارن، یعنی همشون که اونایی که بزرگ سالن. اون کیسه پایین بدنشونه، میبینید بچه‌شون هم توی اون کیسه است. عزیزم شکل پکل. اونم این دیگری اونجا، اون یکی هم همینطور، کیسه هاشون توشون بچه هست. البته اون بچه‌شون که بزرگه. اون اصلا این فیلمو بگیرم تازه برای شما که لذت ببرید. بای بای.